سلام بچه، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. تو این ویدیو میخوام بهتون آموزش شیری دارم میگم. سه تا از بهترین سوسپک ها رو انگار برای بدوارز پی پی معرفی کنم. خب، اولین این سوسپک اسمش ببینیم اسمش اینا ایتس گلیمپس هم چیزی. حالا لینکش براتون داخل دیسکریپشن برای دانلود میذارم. اینه. حالا اگر خواستی خودتون دانلود کنید، اگر نخواستیدم براتون میذارم دیگه. تو این سوسپک این سه تا پشم با این دوتا، چون نه با این یکی بکنم این شه بقیه است، چون که تو بدوارز حس کنم نیست. فرق نداره، یعنی بقیه‌شون میبینید پشم قشنگ داره برای بدوارز. با این دوتا رو نگفتم. بعد این هم لوازماشه. حالا دوستان سعی کنم خودتون نگاه کنید. بعد اینجا هم که بقیه لوازم چست و اندر چستش عادیه، اینا هم عادیه و چوش یه ذره فرق کرده و اوراش اینا عادیه، اینا یک ذره تغییر کرده و این دوتا. بعد بذارید یه دسته یه شمشیر برم اگه نشون میده. اینجا میخوام افکتش هم ببینید. اینا افکتشه. حالا اینا افکت دیگهش. خیلی خوب، این از بعد آسمونش هم اینطوریه. حالا اگه تایم عوض کنیم این شبشه همونطوری، فقط هوا شب تره. این هم روزشه، هیچ فرقی نمیکنه، فقط ایناش عادیه ولی بقیشش مثلا رنگش اینا فرق میکنه. دومی هم که انا این بود، آره، دیپ اسکای. این هم براتون داخل دیسکریپشن میذارم بعد دانلود. بعد پشمش که مثل خیلی از سورس پک های دیگه است که همش اینطوریه، ولی باز این همین لوازماشه خیلی باز مثل قبلی خفنه. آره. اینم بقیه‌شه. تو اینجا اینا عادیه، چوبا فرق کرده، سنگا فرق کرده، تی ان تی هم میذاره فرق کرده، آرمورا هم که اینطوریه. بعد اورال همیشه فرق کرده تو اینجا باز نسبت به قبلی یه ذره باز چیز تر پیش رفته. بعد آسمونش هم که این روزشه. اینم شبشه همونطوری، فقط شب شده. اینم غروبشه، هیچ فرق نکنه. اوکی. بعد حالا افکتی که داره اینطوری و اینطوری. خب سومین سوسپک اسمش اینه نویز. اینم براتون میذارم بعد دانلود. اینا باز اینجا در شمشیرش در زشته ولی بازم از حالت عادی ممکن خیلی بهتره. این لوازماش بعد اینم پشماش بیدش عادیه. اینا بقیه لوازما دوتا عادیه، باز یک ذره فرق کرده، اینا فرق کرده، همه چی باز دور فرق کرده تو اینجا و آره. بعد اینا که آرموراشه. آسمانش هم باز مثل همون یکی دیگه است، مثل اون اولین سوسپک است. بعد حالا این افکتاش این که عادیش اینطوریه، بپری هم یک ذره بنفشه اضافه میشه بهش. اینم از این. خب اینم از سومین سورس پک ما. مرسی که ویدیو تا آخر تماشا کردید. لایک و ساب یادتون نره و تا ویدیوهای بعدی. فعلا.